تشدید بحران قطع برق و کمبود آب در ایران. دبیر سندیکای صنعت برق گفته حتی اگر مذاکرات به نتیجه برسد مشکل برق در کوتاه مدت حل نخواهد شد، زیرا باید مشکل گاز، گازوئیل و آب و مهمتر اینکه مشکل نقدینگی حل شود. اکنون مشکل این است که وقتی برق نیست آب هم نداریم چون پمپ قطع می شود. امروز اکثریت مردم در آپارتمان زندگی می کنند. بنابراین وقتی برق نداریم آب، کولر و آسانسور هم نداریم و رفاه کاهش پیدا می کند و ممکن است ناراحتی اجتماعی افزایش پیدا کند. با این شرایط امسال تابستان سختی در پیش است و مردم برای این شرایط از همین الان باید آن بزنند